وابسته به زمین‌لرزه روز 26 اکتبر سال روان که تخمینا ساعت 14:09 و 32 ثانیه به وقت محلی در حدود کشور به قید گرفته شد. باید قید نماییم که خسارات در این سمت موافق معلومات پیشکی مقرر گردیده است و در اکثر ناحیه‌های کشور در بعضی منطقه‌های کشور ترقش‌ها یا اینکه ترشینه‌ها به طور روسی به شکل روسی این هم باشد ترشینه‌ها یعنی ترقش‌ها در دیوارها در منزل‌های زیست به قید گرفته شده است. باید قید نماییم که عین حال در شهر و نواحی کشور کمیسیای مخصوص یا اینکه با جلب متخصصان ساحه حالت‌های فوق‌العاده فعالیت دارند و با دسترس گردیدن معلومات‌های صحیح، معلومات‌های دقیق، معلومات‌های مکمل که ضمن انجام خلاصه کمیسیای مخصوص ضمن انجام خلاصه متخصصان ساحه حالت‌های فوق‌العاده معین کرده می شود، معلومات‌های دقیق پیشنهاد کرده می شود. تا این جانب موافق معلومات‌های آخرین در ناحیه اشکاشم دو خانه استقامتی دیوارهایش پورا خراب گردید و همزمان در دیوارهای 4 خانه استقامتی باشد در ناحیه مذکور یعنی ترخیش‌ها به قید گرفته شد و همزمان در ناحیه روشقلا نیز منزل‌های دیوارهای 3 خانه استقامتی یعنی خراب گردیدند و در دیوارهای 3 خانه استقامتی دیگر باشد ترخیش‌ها یا اینکه قسما ضرر دیدند.